بله. سلام خسته نباشید. سلام شکر. آقا رودوی پژو قدیم کرم داری با متعلقات کامل؟ نه 500. خواهیم بنده خدا دومی که زنگ دادم رد داد ازشون قبلا قیمت گرفتم 9 میلیون و 500. آقا همونجور که تو قسمت قبل دیدین این وضعیت رودوی منه. می‌خواستم نو بخرم که با قیمت‌های نجومی اول ویدیو مواجه شدم. از اونجایی که ما تعمیرکارا شعارمون اینه یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت. گفتم چرا خودم درستش نکنم. رفتم 4 تا رودوی طرح قدیم مشکی خریدم که خیلی ارزان‌تر از رنگ کرمه. رفتم پیش دکتر دو تا قطعه رو برداشتم. دکتر رنگشو برام ساخت. خیلی برگشتم گاراژ. مرحله اول پاشیدن چسب سپر اجرا شد. چسب سپر باعث میشه رنگ چسبندگی بیشتری داشته باشه و به راحتی بلند نشه. دوست نقاش رنگ‌آمیزی رو از قسمت‌های قهوه‌ای شروع کرد و بعد رفتیم سراغ قسمت‌های کرم. این وضعیت آب شد دقیقاً مثل فابریک تمام قطعات پایین قهوه‌ای و قطعات بالا کرم شد، اما با این تفاوت خیلی بهتر و قشنگتر از رنگ فابریک شد. اگر از اکسپلور پستم رو ببینی فالو کن تا قسمت‌های بعدی رو از دست ندی و اگر می‌خوای بدونی چقدر برام هزینه داشت کامنت ها میتونی ازم بپرسی. آخر ویدیو هم نتیجه کارو گذاشتم ببین. خوشحال میشم اگر نظرت برام کامنت و با لایک کردنت ازم حمایت کنی.